چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. پس وضعیت دوران پادشاهی ضحاک رو شنیدیم و همون بیت اول هم گفت که حکومتش 1000 سال طول میکشه. جمشید 2 خواهر به نامهای شهرناز و ارنواز داشت که بعد از اون به عقد ضحاک در میان. و مسئله دیگه همون قضیه تغذیه مارهای ضحاک بود که هر شب 2 تا مرد جوان را میکشتن و مغزشان را به مارهای دوش ضحاک میدادند، تا اینکه 2 نفر به نامهای ارمایل و گرمایل تصمیم میگیرند برند و در مقام آشپز کار کنند تا بتونن یکی از 2 جوان را نجات بدن. از جلادهای ضحاک 2 جوان را میگرفتند، به اجبار یکی را میکشتند و مغز سر اون را با مغز سر یک گوسفند مخلوط میکردند. این مخلوط را میدادند مارها بخورند و با این کار هر روز 1 نفر را نجات میدادند. تعداد این افراد به 200 نفر که رسید، بهشون تعدادی بز و میش دادن و گفتند که برید و در صحرا چوپانی کنید. این ماجرا گذشت تا اینکه شبی ضحاک خواب میبینه که 3 تا مرد جنگی میان که فرد کوچکتر با گرز گاوسار میزنه بر سر ضحاک و اون را اسیر میکنه و میبرتش تا کوه دماوند. فردای آن شب از تمام کشور همه موبدها و اخترشناسان و هر کسی که میتونه خواب تعبیر کنه میارن و تهدید میکنن که باید هر چیزی میدانید بگید. اونا تا 3 روز میترسیدن چیزی به ضحاک بگن، تا اینکه روز 4م فردی به نام زیرک تعبیر خواب را به ضحاک میگه که کسی که قرار تو را از تخت پادشاهی بیاره پایین، کسی هست به نام آفریدون که هنوز متولد نشده. بزرگ که بشه میاد با گرز گاوسر به سرت میزنه و تو را اسیر میکنه. اینجا ضحاک میگه که برای چی این آدم من رو اسیر میکنه؟ مگه من چیکارش کردم؟ زیرک میگه تو بعدم میزنی پدرش رو میکشی. یک گاو هم داره که این گاو او رو پرورش میده و مثل دایی فریدونه که تو آن گاو رو هم خواهی کشت. ضحاک دستور میده جستجو را در سرتاسر کشور شروع کنند تا نشانی از فریدون پیدا کنند. و اینجا میریم سراغ تولد فریدون. خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. ببالید بر سان سرو سهی، همی تافت زو فر شاهنشهی. جهانجوی با فر جمشید بود، به کردار تابنده خورشید. بعد از تولد فریدون، آقای آبتین پدر فریدون به دست جلادان ضحاک که همه جا به دنبال فریدون میگشتن کشته میشه. مادر فریدون با نام فرانک فرار میکنه به یک مرغزار که گاو برمایه هم اونجا بوده و به نگهبان مرغزار میسپاره که از بچه نگهداری کنه. 3 سال میگذره و دوران شیرخوارگی فریدون در این دشت با گاو برمایه میگذره. بعد از اون فرانک میاد و فریدون رو از اونجا میبره و میسپاره به یک فرد دینی و فرد وارسته. و از اون طرف هم ضحاک که هنوز در جستجوی فریدون بوده به مرغزار میرسه و ضحاک گاو برمایه رو میکشه. اینجای داستان وقتی فریدون 16 ساله میشه از مادرش میپرسه که من کیم و داستان زندگی من چی بوده. مادر هم همه ماجرا رو براش تعریف میکنه که قراره به چه جایگاهی برسی و غیره. فرانک بدو گفت که اینام جوی، بگویم تو را هر چه گفتی بگوی. تو بشناس که از مرز ایران زمین یکی مرد بود نام او آبتین. ز تخم کیان بود و بیدار بود، خردمند و گرد و بیازار بود. ز تحمورت گرد بودش نژاد، پدر بر پدر برهمی داشت یاد. پدر بود تو را ور مرا نیک شوی، نبود مرا روز روشن جز بدوی. چنان بود که ضحاک جادو پرست، از ایران به جان تو یازید دست. از او من نهانت همی داشتم، چه مایه به بر روز بگذاشتم. پدرت آن گران مایه مرد جوان، کرد پیش تو روشن روان. سرانجام رفتم سوی بیشه‌ای که کس را نزان بیشه اندیشه‌ای. یکی گاو دیدم چو باغ بهار، سراپای بی رنگ و رنگ و نگار. نگهبان او پاک کرده بکش، نشسته به پیش اندرون شاهوش. به دو دادمت روزگاری دراز، همی پروریدت به بربر به ناز. ز پستان آن گاو طاووس رنگ، برافروختی چون دلاور پرنگ. سرانجام از آن گاو و آن مرغزار، یکایک خبر شد بر شهریار. ز بیشه ببردم تو را ناگهان، گریزان از ایوان و از خانمان. بیامد بکشتان گران مایه را، چنان بی زبان مهربان دایه را. و مادر فریدون به این ترتیب همه داستان رو براش تعریف میکنه و آقای فریدون خشمگین و ناراحت میشه و میگه که من میرم و ضحاک رو میکشم. و مادرش هم بهش میگه که این راه و رسم انتقام گرفتن اینطوری نیست. حالا داستان فریدون را متوقف میکنیم و میریم یک داستان موازی رو شروع میکنیم که جرقه شروع قیام فریدون علیه ضحاک به نام داستان کاوه آهنگر. ضحاک میگه که من یک دشمنی دارم که هنوز جوونه و لشکری میخوام و نیاز دارم همه سرداران و حاکمان با من هم پیمان بشن. پس یک استشهادنامه یا همون محضر بنویسیم که در اون همه به عدالت و صداقت من شهادت بدن. ز بیم سپهبد همه راستان، بدان کار گشتند هم داستان. بدان محضر اژدها ناگزیر، گواهی نوشتند برنا و پیر. همانگه یکایک ز درگاه شاه، برآمد خروشیدن دادخواه. ضحاک طی یک نمایشی همه بزرگان را جمع میکنه که شهادت بدن بر عدالت و درستی او تا بتونه لشکری که میخواد جمع کنه. بعد توی اون جلسه یک انسان ستم دیده صداش میاد که ضحاک میگه بیاریدش داخل تا حقش را بدم که نمایشش کامل بشه. خروشید و زد دست بر سر ز شاه که شاه منم کاوه دادخواه. یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم. در این نمایشی که آقای ضحاک می‌خواست بازی کنه که از یک فرد ستمدیده دلجویی کرده باشه، قضیه خلاف اون چیزی که حدس میزنه پیش میره. اون فرد آهنگری بود به نام کاوه که ازش پرسیدن مشکلت چیه. اون هم گفت چرا می‌خوای پسرم را بکشی و مغزش را بدی به مارها. ضحاک هم میگه اشکالی نداره، پسرش را آزاد کنی.
عمدن این کارو میکنه که از او هم امضا بگیره برای محضر یا استشهادنامه خودش. ولی کاوه نه تنها استشهادنامه رو امضا نمیکنه، بلکه رو میکنه به همه بزرگان و بهشون میگه پایمردان دیو، و بعد هم آن محضر رو پاره میکنه و زیر پای خودش میندازه و از کاخ خارج میشه. چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. همی برخروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم که آهنگران پشت پای، بپوشند هنگام زخم درای. همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گه ز بازار برخاست گرد. خروشان همی رفت نیزه به دست، که ای نامداران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. بپویید کین مهتر آهرمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است. کاوه وقتی از درگاه بیرون میره، چرمی که پیشبند آهنگران بوده را تبدیل به پرچم کرد و با اون علم مبارزه بر ضد ضحاک را بلند کرد و دورش تعداد زیادی آدم جمع شدن که تبدیل میشن به لشکری که کاوه میبره پیش فریدون و فریدون با اون لشکر میتونه قیامش را شروع کنه. بدان بی‌بها ناسزاوار پوست، پدید آمد آوای دشمن ز دوست. همی رفت پیش اندرون مرد گرد، سپاهی بر او انجمن شد نخورد. چنان پوست بر نیزه بردید کی، به نیکی یکی اختر افکند پی. بیاراست آن را به دیبای روم، به گوهر بر او پیکر و زر بوم. بزد بر سر خویش چون گرد ماه، یکی فال فرخ بیفکند شاه. فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش، همی خواندش کاویانی درفش. از آن پس هر آن کس که بگرفت گاه، به شاهی به سر برنهادی کلاه. بر آن بی‌بها چرم آهنگران، برآویختی نو به نو گوهران. و اینجا توصیف درفش کاویانی رو داشتیم، یعنی همون چرمی که کاوه بست به نیزه و تبدیل میشه به پرچم فریدون و بعد از اون هم پرچم رسمی لشکر ایران. فریدون بر آن جواهرهایی بست و با سه رنگ سرخ و زرد و بنفش تزیینش کرد و بعد از آن هم همه پادشاهان جواهراتی به آن اضافه کردند. ز دیبای پرمایه و پرنیان، بر آن گونه گشت اختر کاویان، که اندر شب تیره چون شید بود، جهان را از او دل پر امید بود.